یکی میگوید مرد بودن سخت است و یکی زن بودن. اما میدونی چی؟ مرد بودن لیاقت میخواهد و زن بودن صداقت. ولی در اصل مرد بودن واقعاً که آسان نیست. هر بار دردها رو در خود باید فرو برد. هر بار با تهمت روبرو شد و باید سکوت کرد. هر بار شکست و باید به پا خیست. آنها مثل ما داد زده گریه نمی کنند. مثل ما در یک شانه تکیه نمی کنند. مثل ما ساده باور نمی کنند. سختیش در این است که تمام بار زندگی رو بر دوش می گیرند. سکوت می کنند و